سلامی سرشار مهر نثارتان همدیاران، دوستان و استادان عالی قدر. بنده هلالی ثور هستم و خواستم اینجا شعری رو از شاعر بانو فرزانه بهر شما قرائت کرده باشم و از فرصت مناسب استفاده برده بانو را به روز زادروز و سال روزشان تبریک و تهنیت میگویم. سلام ای صبح ای پیکی رهایی، سلام ای صبح ای پیکی رهایی، سلام ای عشق ای بی انتهایی، سلام ای عشق ای بی انتهایی. چه روزانی که بر سر برده بودم، چه روزانی که بر سر برده بودم پر از تلواسه آی نایی. ز پشت پنجره بر گوشم آمد مناجات سپیدی روشنایی. به آغوش عفیفت می گریزم از این تشویش های اجتماعی، به آغوش عفیفت می گریزم از این تشویش های اجتماعی. نسازد خامه مشاط تحریر رخم را در سلونی دلربایی. چون نبود رنگ و روی کبریایی، چه جایی رنگ و بوی کیمیایی. بخند ای حرفهایت پیچ در پیچ، بخند ای حرفهایت پیچ در پیچ و من بر سادگی یک کبایی. بخند ای در طلسم خود گرفتار و معصومی فکری ابتدایی، و معصومی فکری ابتدایی. در عرفان من انسانی خدایی است، اگر بر حق تو انسانی خدایی، اگر بر حق تو انسانی خدایی. بیا دستی سلامت ده به دستم، ره تا من کشا از خودگرایی، ره تا من کشا از خودگرایی. برفتن می روی ای دوست پدرود، ولی بر آمدن کی می بیایی. بیا مضمون نورانی خورشید فرایم بر از این بی محتوایی، فرایم بر از این بی محتوایی. سلام ای صبح ای پیکی رهایی، سلام ای عشق ای بی انتهایی، سلام ای عشق ای بی انتهایی.